ادب به همه دوستان عزیز و همه عاشقان طبیعت. امروز هم به یاری خدا داریم میریم یک جای بسیار زیبا از طبیعت بکر و زیبای اطرافمون. انشالله میریم بازدید میکنیم و تصاویرش رو تقدیم به نگاه زیباتون میکنم. بریم که داشته باشیم. عرض سلام و ادب و عشق به همه شما همراهان عزیز. به قول شاعر که میگه خوش باش هر آن که راز داند، داند که خوشی خوشی که شاند. شیرین چو شکر تو باش شاکر، شاکر همه دم شکر ستاند. داریم میریم یه طبیعت زیبای خدادادی رو ببینیم و خدا رو شکر کنیم از این همه زیبایی که اطراف ما قرار داره. طبیعتی به نام آبشار مارگون که در 130 کیلومتری شیراز واقع شده. این طبیعت زیبا هم که میبینید بعد از شهرستان سپیدان به سمت آبشار مارگون هست، یک جاده که کنار اون باغات زیبای سیب قرار داره. بهترین فصل‌هایی که میشه به آبشار مارگون سفر کرد و از این زیبایی‌ها لذت برد فصل بهار و تابستون هست. به جرئت میتونم بگم که مسیری که شما توی اون گذر میکنید که به آبشار مارگون برسید بسیار بسیار زیبا هست و چیزی از زیبایی‌های آبشار کم نداره. مثل این گل زیبا، مثل این طبیعت بکر و عالی که نرسیده به آبشار هست و ما هم توقفی کردیم که این زیبایی ها رو به تصویر بکشیم تا شما هم ببینید و لذت ببرید. برای سفر به آبشار مارگون اصلا نمیخواد نگران غذا باشید، یعنی نمیخواد با خودتون غذای بیارید، چون تو این آب خنک ماهی های قزل‌آلای خیلی عالی رو پرورش میدن که میتونید استفاده کنید و لذت ببرید. خب عرض درود و خدا قوت به همه همراهان عزیز. بعد از صرف ناهار و یک استراحت کوتاه به مسیر خودمون ادامه میدیم که توی این جاده زیبا افتادیم، جاده‌ای که منتهی میشه به روستای مارگون و دیگه باید کم کم آماده بشیم برای پارک کردن ماشین و حرکت به سمت آبشار. این زیبایی ها رو ببینید تا کم کم به روستای مارگون برسیم.
2 ساعت و نیم رانندگی از مردشت بالاخره رسیدیم به آبشار زیبای مارگان، یک طبیعت بکر و زیبا که انشالله بریم با هم زیبایی هاشو ببینیم. بفرمایید. همینجور که دارید میبینید آبشار یک مسیر پیاده روی حدوداً نیم ساعته داره، مسیرش بد نیست. همینجور که پشت سر من میبینید راحته و از جایی که ماشین رو پارک میکنین حدود نیم ساعت پیاده روی داره تا برسید به آبشار زیبای مارگان. این هم از طبیعت زیبا و درجه 1 این منطقه. این هم گلهای خوشگل، طبیعت بکر و زیبایی داره و بریم آبشارم ببینیم، لذت ببریم. یه توصیه هم که میتونم بهتون کنم اینه که حتما با کفش آبنوردی به سمت آبشار برید تا اونجا بتونید از زیبایی های آبشار بیشتر استفاده کنید و همچنین اگر مثل ما کودکی همراهتون هست میتونید توی کوله پشتی خوراکی بریزید تا اگر که احساس گرسنگی کرد بتونه از این خوراکی ها استفاده کنه و بگذاره که شما از این زیبایی ها لذت ببرید. داریم صدای آبو میشنویم، بعد آبشار نزدیک میشیم. آبشار مارگان بزرگترین آبشار چشمه‌ای ایران هست که آب این آبشار از داخل سنگ کوه میجوشه و بیرون میاد و یک آبشار زیبایی رو تشکیل میده و بعد از اون به صورت رودخانه توی این دره‌ای که مشاهده میکنید جاری میشه و به پایین میره.
خدای من چقدر اینجا قشنگه. وای امروز هم اومدیم به آبشار زیبای مارگون. انشاءالله که از دیدن این زیبایی ها لذت ببرید و به زودی زود خودتونم بیاین اینجا و لذت ببرید. به جرأت میتونم بگم که آبشار مارگون جلوه ای از بهشت روی زمین هست. دوستانی که اومدن و از نزدیک دیدن حرف من رو تایید میکنن. اگر تا الان موفق نشدید به این طبیعت زیبا و بکر بیاید، توی اولین فرصت یه برنامه ریزی کنید، بیایید و لذت ببرید. واقعا اینجا که انسان میاد دلش نمیخواد به شهر برگرده، دوست داره همینجا روزها و هفته ها بمونه. اما چه کنیم که باید برگردیم و به زندگیمون ادامه بدیم. به همین خاطر ما هم کم کم ولاگ آبشار مارگون رو به پایان میرسونیم و از این زیبایی ها خداحافظی میکنیم و از خدای خودمون میخوایم که باز به ما توفیق دیدن این زیبایی ها رو بده و دوباره و چند باره برگردیم و این زیبایی ها رو ببینیم. درود بر دوستان و همراهان عزیز. برنامه امروز بازدید از آبشار زیبای مارگون هم به پایان رسید. توی مسیر برگشت هستیم، بریم سوار ماشین شیم و انشالله برگردیم تا یک برنامه دیگه و بازدید دیگه از یک طبیعت زیبا. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.